به نام خدای مهربان سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. من محبوب ایرانی هستم و باز هم سپاسگزار خداوندم که به من فرصت داد تا یک بار دیگه در خدمت شما عزیزانم باشم با یک مبحث دیگری از نقش قرآن در قانون جذب و فراوانی. خب ما یه بخشی رو فایل قبلی آماده کردیم با عنوان نقش قرآن در قانون جذب. قسمت اول رو گذاشتیم روی فایل و سایتمون. امروز فایل دوم این کار رو میخوایم با هم دیگه آغاز بکنیم با همون نقش قرآن در قانون جذب و باور و خواسته های ما. حالا انشالله با هم دیگه بریم ببینیم که خدا چی میخواد. همونجوری که من در فایل قبلی توضیح دادم، خب یه سری باورهایی که داشتیم، یه سری خواسته هایی که من داشتم در دوران حالا جوانی. خب من اون موقع حدودا 19-20 سالم بود و من فایل قبلی هم گفتم که ما توی روستا زندگی میکردیم در یک خانواده کاملا مذهبی و پدر و مادر من کلا مذهبی بودن و برادر خواهرای من. خب ما اون موقع چیزی از قانون جذب، قانون خواسته ها نمیدونستیم، فقط یه سری کارهایی به صورت روتین انجام میدادیم. خب کارهای روستا مشخصه دیگه، گندم و دره و گاو و گوسفند و کار و صبح برو بیرون بعد شب دوباره برگرد خونه. یه زندگی، یه روال عادی زندگی خودمونه، یعنی یه برگی بودیم در اختیار باد دیگه. خب حالا هر جا میخواست ما رو میبرد. بعد اونجا من توضیح دادم که خب چطور شد که من با این کتاب مقدس آشنا شدم به صورت ناخودآگاه. خب تو جیب خودم میذاشتم، ولی خب چیزی نمیدونستم که مثلا خب اینی که الان من داخل جیبم گذاشتم با خودم حمل میکنم این بر اون بر چیه. خب لااقل یه بار اینو باز کنم، من مطالعه بکنم ببینم مثلا چی نوشته داخل این. خب یه سری چیزایی رو میدونستم که مثلا یه سری آیه هایی داخلش هست، حتی موقع خوندن نماز، موقعی که بالاخره مادرم یا پدرم نماز میخوندن، یه سری چیزایی هم بودن که داخل این عرض به خدمت شریف من متوجه میشدم، ولی خود اصل کتاب من مطالعه نکرده بودم و به همین خاطر خب یه اتفاقی که افتاد، این بنده خدا من از دیوار اونا یه عبدالنامی بود، من نگاه کردم دیدم این داره تو حیاتشون مطالعه میکنه، بعد میخونه و ازش من پرسیدم که گفتن داستان چی؟ اون بنده خدا منو راهنمایی کرد که آقا داستان اینه. بعد من خلاصه با این کتاب من آشنا شدم و باز کردم، مطالعه کردم، داخلش رو خوندم، دیدم که تمامی آن چیزی که در مورد قانون جذب نوشته شده در داخل خود همین کتاب آسمانیه. به وضوح گفته شده که آقا شما خواسته خودتون رو هر جور که دلتون بخواد میتونید رقم بزنید. زندگی خودتون رو خودتون دارین خلق میکنین. دنیای بیرون اون چیزی که در درون شما شکل میگیره. شما باید از درون خودتون رو اصلاح بکنین، جهان اطراف مطابق با شما رشد میکنه. بعد به یه سری آیه های برخوردم به مانند به ما قدمت ایدیهم، به ما کسبت ایدیهم، به ما کانوا یعملون، که گفته بودن که به واسطه آن چیزی که پیشاپیش فرستاده اید، اتفاقاتی که توی زندگی توی روزمره برای شما اتفاق میفته، به واسطه اون فرکانس هایی که خودتون فرستاده اید پیشاپیش. خب زمان قدیم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما نمیدونستن که فرکانس چیه. ناخودآگاه یه حرفی یه صحبتی میزدن. خب ببینید ساخت ساز جهان اینجوریه که هر حرفی، هر کلامی، هر فکری که از ذهن ما، از زبان ما میاد بیرون، به عنوان یک فرکانس در هر لحظه به جهان هستی ما ارسال میکنیم و جهان هستی هم بر حسب همون فرکانس ها به ما جواب میده.
ما در هر لحظه در حال ارسال فرکانس هستیم به جهان هستیم. اینجوری نیست که یه فرکانس الان ارسال بکنی بعد بمونه 2 هفته بعد بگیم که آره یه فرکانس مثل نه. در هر لحظه، در هر ثانیه اونام فرکانس های ارسال میکردن، بعد مطابق با اون یه سری اتفاقات بد، اتفاقات ناگوار از جنس اصل و اساس همون چیزی که فرستادن دریافت میکردن. بعد میومدن خدا رو مقصر میدونستن، رئیس جمهور و مملکت و اینا کردن، فلانی اگه این کار نمیکرد این اتفاق به سر ما نمیافتاد، من اگه اینجوری نمیشد اینجوری نمیشد. دیگه نمیدونستن آقا خودتون دارین رقم میزنید. تمام اتفاقاتی که در اطراف شما رخ میده به واسطه کارهای خودتونه. طی روز به چه چیزی داری فکر میکنی؟ چه فرکانسی از خودت داری صادر میکنی؟ آیا داری به بدبختیات فکر میکنی؟ همون رو دریافت میکنی. مشابه رو جذب میکنه و این راز بزرگ زندگیه تحت عنوان قانون جذب. نیوتن هم همینو گفته. هر کاری که میکنی همون رو جذب میکنی. اگه خوبی میکنی خوبی رو جذب میکنی، اگه به یکی بدی میکنی بدی رو جذب میکنی. پس به همون خاطر خیلی باید مواظب کلام خودمون باشیم، خیلی باید مواظب رفتار خودمون باشیم. در مورد بحث کلام حالا ما جلسات بعدی باز دوباره زیاد صحبت خواهیم کرد. کلام عین شمشیر دولبه است، هم اطراف رو میبره هم خودمون، فرقی نمیکنه. پس باید آگاهانه انتخاب بکنیم که چه چیزی رو میخوایم از تو زندگی. آیا خوشبختی رو میخوایم؟ پول، ثروت، سلامتی، آرامش؟ خب باید طرز فکرمون رو عوض بکنیم. ما در یک جهان زندگی میکنیم که 2 قطبیه، سیاه هم هست سفید هم هست، سرد هم هست گرم هم هست، زبر هست نرم هم هست و همیشه هم اینجوری خواهد بود. هیچ فرقی نمیکنه. بعد من اومدم خب حالا به واسطه راهنمایی که این بنده خدا به من کرد، من اومدم مطالعه کردم. به اندازه‌ای که من روی خودم کار کردم اتفاقات خوب، شرایط خوب رفته برای من افتاد. جهان بیرونم به اون فرکانس‌های من پاسخ داد. خب ما دیگه گفتم فایل قبلی جمع کردیم، از روستا اومدیم یه خونه تو شهرستان خریدیم. موقع یادمه چیز زیادی هم نداشتیم، 3-4 تا گاو و گوسفند و این ادوات کشاورزی رو ما فروختیم، اومدیم به زور توی محله گلستان نامی بود یه خونه خریدیم. یه خونه کلنگی ویلایی بود، 300 متری فکر کنم، رو دقیق یادم نیست. اتاقای کوچولویی داشت. ما اومدیم اونجا، بعد همگی خب از روستا اومدیم، با جو شهرنشینی زیاد آشنا نبودیم، ولی میدونستم که به واسطه اون کارهایی که کردم، به واسطه اون قوانین جذب که من آرزو داشتم که همیشه یه جایی باشه که خوب باشه. چون ما روستا که زندگی میکردیم مهمون زیاد میمد خونه ما، از تهران میومد، فامیلا هم میومد، عموام، پسر عموام، پسر خاله هم، دیگه 24 ساعته خونه ما بودن. ما 3 ماه تابستون کلا مهمون داشتیم، یعنی میومدن میگرفتن میخوابیدن تا آخرای تابستون، بعد با ما زندگی میکردن. لباسهای اونا رو من میدیدم، طرز پوشیدنشون و حرف زدنشون و بعد جاهایی که تعریف میکردن، مثلا از تهران میومدن، از نقاط دیگر ایران میومدن، بعد میگفتن آقا اینجوریه، ما این ماشین رو سوار میشیم، به این شهر بازی میریم، این مغازه میریم خرید میکنیم. خب من همیشه آرزو داشتم، گفتم که میشه منم یه بار برم مثلا طعم این شهرنشین رو چیز کنم، لباسای خوب بپوشیم، ببین مثلا اینا چیکار میکنن. بعد من به صورت ناخودآگاه این داشتم این قانون جذب انجام میدم، درخواست میکردم، خواسته هامو به جهان هستی ارسال میکردم به صورت ناخودآگاه و
به اندازه‌ای هم که من روی خودم کار کردم، جهان هستی به خواسته های من پاسخ داد، شرایط عوض شد، اوضاع تغییر کرد، آدمای خوب اومدن توی زندگی ما و باعث شدن که ما آرام آرام از اونجا کوچ کنیم. حالا در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد، یه اتفاق به ظاهر بدی افتاد که سر همون داستان تصادف و اینجور چیزا بود که ما دیگه مجبور شدیم از روستا جمع کنیم، بلند شیم بیایم شهرستان، دیگه اونجا نمونیم، جو اونجا برای ما زیاد سازگار نبود. بعد اینم باز میگم خواست خدا بود که ما از اونجا بکنیم بیایم بیرون، و الا هنوزم هستن کسایی که اونجا زندگی میکنن، همون روالاتی دارن میرن، همون کارهای روزانه روتین خودشون دارن انجام میدن و هیچ فرقی هم نکرده، همون آدمای قبلی هستن با همون باورهای قبلی، با همون افکار قبلی. الان هم بری بهشون سر بزنی همون کلی آدمای منفی باف که صبح تا شب نشستن، یا جلوی یه مسجد جمع میشن، پلینا داره اونجا میشینن، یا جلوی مدرسه میشینن اونجا میشینن، هی صحبت میکنن راجع به گرانی و روغن اینجوری شد، قند اینجوری شد، مملکت اینجوری شد، جنگ فلان بهمان، حرف میزنن، یه عده دارن گوش میکنن. خب معلومه که اونا خروجی اونا چی میشه؟ همونو دریافت میکنن. به همون اندازه‌ای که داری کار میکنی همونو دریافت میکنی. و اینجوری شد که بالاخره ما بلند شدیم اومدیم یه شهرستان، خونه برای خودمون خریدیم، حیات داشتیم، آرام آرام همه چیز فرق کرد و من فهمیدم که آقا مسیر درست همینه، چون داشتم نتیجه میگرفتم. و این مسیری که من پیمودم و تا رسیدم به اینجا، همه اینا به واسطه اون افکاری بود که خب توی ذهن خودم داشتم و خواسته هایی بود که در من ایجاد شده بود به واسطه برخورد با اون تضادهای زندگی. خب آدم تا به یک مشکلی برخورد نکنه، تا به یک تضادی برخورد نکنه، هیچ موقع حرکت نمیکنه. بعد صبر میکنه، بعد میگه حالا درست میشه، بعد به اون آستانه که میرسه، بعد یه صبرت لبریز میشه، میگه آقا من دیگه نمیتونم ادامه بدم. شما دقیقا یک لیوان در نظر بگیرین که آب پر میکنی، بعد خب اون یه اندازه‌ای داره، از اون اندازه که عبور میکنه دیگه اون سرازیر میشه. داستان این اهرم صبر و تحمل انسان هم اینجوریه. بعد من گفتم آقا این زندگی من نمیخوام ادامه بدم، میخوام برم اون زندگی که خودم دوست دارم رو خلق بکنم، میخوام برم دنبال رویاها، دنبال آرزوهای خودم و این مسیر خلاقانه رو انتخاب کردم. ما یه تو مسیر قانون جذب یه مسیر خلاقانه داریم که از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت درخواست کردن که چجوری خواسته های خودمون رو درخواست بکنیم، حالا فارغ از این که هر چی که میخواد باشه. بحث دوم که مهمترین بحث قانون جذب باور کردنه، یعنی باور کنیم که اون خواسته که ما میخوایم بهش رسیدیم، همین الان داریمش. چون هر چیزی که ما در جهان اطرافمون میخوایم از قبل وجود داره، اینجوری نیست که به وجود بیاد، از قبل موجوده، فقط ما باید خودمون با اون هم فرکانس کنیم که به اون برسیم. پس در بحث قانون مسیر خلاقانه ما 3 قسمت رو داریم به عنوان درخواست کردن، باور کردن و دریافت کردن. مرحله دریافت کردن شیرین ترین قسمت این کاره. پاداش کاری که صبر کردی، براش فعالیت کردی. فعالیت هم اینجوری نیست که کوه بکنی، کار سخت انجام بدی، نه. اینجا تو باید کنترل بکنی، ذهنتو. تقوا تو قرآن به معنای کنترل ذهنه، چیز دیگه نیست. اگه بتونی تو شرایط بظاهر بد و ناگوار ذهنتو کنترل بکنی،
افکارتو کنترل بکنی، به جنبه مثبت قضیه نگاه بکنی، دنیا جای بهتره برای زندگی میشه برات، حتی تو بدترین شرایط. و درخواستایی که من داشتم، خب میخواستم یه زندگی مستقل داشته باشم، پول داشته باشم برای خودم، ماشین داشته باشم، برم بگردم، دنیا رو ببینم، لباسای خوب بپوشم، غذاهای خوب استفاده بکنم. همه اینا یه خواسته بود، ولی نمیدونستم که باید باور بکنم تا اتفاق بیفته. حالا در مورد بحث باور ما یه فایل مجزا داریم که اونم جلسات بعدی اینجا میذاریم. مثلا باور چیه؟ به چه چیزی میگیم باور؟ فقط یه تیتر خلاصه وار من راجع باور بگم. باور هر آن فکری که بیش از حد در ذهن ما تکرار میشه، یعنی مدام به اون هی فکر میکنیم، راجبش صحبت میکنیم، حرف میزنیم، توجه میکنیم، تمرکز میکنیم روش، تبدیل میشه به باور. شما یکی رو در نظر بگیرین، مثلا به یه دانش آموز معلمش میگه که ماست رنگش سیاهه. خب این دانش آموز قبول نمیکنه، میگه آقا ماست سفیده. ولی همین حرفو بیاد تو خونه از کسی که واقعا قبولش داره، پدرش، مادرش، که اونا هرچی بگن قبول میکنه، بهش بگی ماست سیاهه، میگه درسته. چرا؟ چون به حرف اون باور داره. باور همون یقین قلبیه که قلباً ما اینو حس میکنیم. و اگه باور داشته باشیم اتفاق میفته. دیدین یه سری خواسته هایی هست، مثلا طرف میگه دوست دارم الان مثلا بیکاش برای نهار مثلا بیرون داری قدم میزنی، یا از مدرسه داری از محیط کار داری برمیگردی خونه، یهو تو فکرت میاد که مثلا برم خونه ماهی مثلا قزلالا پخته باشن یا ماکارونی لازانیا، اینجوری کیف میده. بعد به این فکر میکنی، از درون شاد میشی، خوشحال میشی که اگه اینجوری باشه چه حالی میده، میرم میشینم پامو دراز میکنم، میشینم میخورم. میرسی از دم درتون میبینی همون اتفاق افتاده، ماهی قزلالا رو برای تو آماده کردن، پختن. بعد میگی او من الان درخواست کردم، چه زود اتفاق افتاد. خب چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ترمز روی خواستت نداری، از ته دل درخواست کردی، جهانم پاسخ داد، اتفاق افتاده. اون ماهی، اون ماکارونی یا هرچی از قبل داشت آماده میشد برات. شما اومدی خودتو با اون خواسته هم فرکانس کردی، یه ریل با هم دیگه سریع هم بهش رسیدی. همه خواسته ها همینجوریه. حالا ما بیشتر بحث مادیشو داریم چیز میکنیم. پس راجع به سیر یا مسیر خلاقانه ما 3 قسمت گفتیم داریم: مرحله درخواست کردن، مرحله باور کردن و مرحله آخر، مرحله دریافت کردن، که شیرین ترین قسمت این مسئله است. و راز بزرگ زندگی هم که همون راز قانون جذبه، میگه مشابه رو جذب میکنه. و این به چه معناست؟ به این معناست که شما تجربیات و شرایطی که به زندگی خود وارد میکنید که مشابه افکار و تصاویری هستن که توی ذهن خودتون دارید. اگر مدام توی ذهنت به بدهی داره فکر میکنی، به یک کوهی از بدهی داره فکر میکنی، همون رو جذب میکنی، بدهی های بیشتری میاد سراغت. اگر مدام به این فکر میکنی که بهترین ماشین نشستی داری رانندگی میکنی، بهترین خونه رو داری، بهترین شغل رو داری، بهترین بیزینس رو داری، بهترین کارمندا رو داری، جهان هم همون رو بهت میده. قانون جذب به هر فکر ثابتی که در ذهن داری پاسخ میده. حتی اگر چیزی بسیار خاص بخوای، هیچ فرقی نمیکنه اندازش چقدر بزرگ باشه. مقیاس در قانون جذب معنی نداره. قانون جذب دادن 1,000,000 تومان پول
به شما را به همون اندازه آسان‌تر میدونه که دادن 100 میلیون تومان پول باشه. هیچ فرقی نمیکنه و دقیقاً همون چیزی که خواسته به شما میده. چرا؟ چون مدام بهش فکر کردی، توجه کردی، راجبش حرف زدی. خب از کجا باید بدونیم که این خواسته های ما خواسته های واقعی هستن؟ واقعا اون چیزی که میخوایم به ما اتفاق میفته. احساس، اون چیزی که میخوای، ببین از درون وقتی داره بهش فکر میکنی خوشحالت میکنه، شادی. اگه آرامت میکنه، اگه موقعی که بهش فکر میکنی شادی، خوشحالی، پس بدون مسیر درسته. نه بهش داری فکر میکنی ولی ذهنت یه جای دیگه است، ناراحتی، اعصابت خورده. جهان، کائنات، فرشته نگهبان، من برتر، یا هرچی داره بهت میگه این مسیر اشتباهه، تو همسو هم فرکانس با خواستت نیست و این برات اتفاق نمیفته. اگه به چیزی که میخواین و مدام داری بهش فکر میکنی، داری به اون چیز انرژی میدی. و وقتی قوانین همینه، قانون یکی میگه آقا شما هیچ سنتی در قانون الهی نخواهید یافت. به قول قرآن احساس خوب، اتفاقات خوب، احساس بد، اتفاقات بد. اگر یه چیزی خوشحالت میکنه، شکرگزاری بکنی و به این خوشحالی ادامه بدی، جهان چیزهای بیشتری بهت میده که بابتش بیشتر هم سپاسگزاری بکنی. شالوده قوانین آفرینشه. حالا راجع به این قضیه در ادامه بیشتر هم صحبت خواهیم کرد که بخش مجزایی برای بحث باور که مهمترین بحث قانون جذب باور فراوانی که فراوانی همیشه هست و به قول قرآن میگه ما این جهان رو خلق کردیم و گسترشش میدیم. هیچ محدودیت هم توش نیست، هر خواسته میتونی داشته باشی. چمن برای رشد نیاز به تقلا نداره، این یک برنامه‌ریزی دقیق قوانین طبیعیه، به شکل عادی رشد میکنه، نیازی نیست تقلا بکنه. این قانون جذب که خود قرآنم اومده انقدر دقیقه، انقدر این فیزیک کوانتوم دقیقه که ما سفینه‌های فضایی می‌بینیم که به سمت آسمون میرن بدون هیچ گونه خطایی، میرن تو اون مدار وای میسن. همه اینا به واسطه یه چیز کار میکنن، اونم قانون جاذبه است. و خداوند همین قوانین رو خلق کرده. شما فرق نمیکنه انسان مسلمان هستی، یهودی هستی، کافر هستی، قانون برای همه یکیه. از یک ساختمان 10 طبقه اینشتین هم بپره پایین میمیره، یه انسان عادی هم بپره. قانون نمیگه که آقا شما چون اینشتین هستین شما پیامبر هستین، شما معصوم هستین، نه به این اتفاق نمیفته. نه برای همه یکی. اونم از اون بالا بیفته پایین قطعا دست و پاش میشکنه، احتمال داره بمیره. یه آدم عادی هم بپره، با هیچ شوخی نداره. حتی با پیامبران خودش هم شوخی نداشت. به نوح پیامبر گفت در پیشگاه من بیای شاد و خوشحال بیا، با ناراحتی با عصبانی بیای نیا. پس این نشون میده که احساسات ما بهترین ابزاری هستن که ما رو به خواستهاتون میرسن. حالا خواه اون خواسته هر چقدر میخواد بزرگ باشه، برای جهان هیچ فرقی نمیکنه. در ادامه راجع به این قضیه ما بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه بیایم زندگی خودمون رو اون مدلی که دوست داریم رقم بزنیم، خواسته های خودمون رو، آرزوهای خودمون رو، و برسیم به خواسته هامون.
اشباع بشیم، سیر بشیم از خواسته ها و رها کنیم. شما تا زمانی که به یه خواسته نرسیدین نه انگیزه‌ای داره برای خواسته بعدی، نتیجه دیگه نوک گله یک کوه انتهای گله بعدیه. دوباره همینجوری هی داره میره بالاتر و این سربالایی که داره میری بالا یه جا میرسه به یه جای صاف، همیشه که سربالایی نیست و اونجاست که پاداشا فرق میکنه و اون سرپایین دیگه راحت تره. پاداشو که میگیری به شرطی که رو ذهن خودت کار بکنی. خیلی سخته، منم نمیگم آسونه، چون باورهای ما حاصل سالیان سال افکار منفیه، از طریق پدر بزرگها و مادر بزرگها، از طریق رسانه، تلویزیون، همه اینا رو ما گفتن و ما پذیرفتیم و مثل سیمان سفت شده این باور. باید حمله کنیم به این باورهای مخرب و بشکنیشون و اینم به این آسونی نیست که یه شب اتفاق بیفته. زمان بره ولی ارزششو داره. به هر اندازه که روی خودت کار میکنی جهان بهت پاداش میده. هر چقدر تلاش میکنی به همون اندازه مزدشو میگیری و رفته رفته بیشتر و بیشتر هم میشه. بعد به یه جایی میرسی که آدمای خوب، شرایط مناسب، محیط مناسب، دست‌های میان سر کار و تو رو به آرزوات میرسونن. و قرآن هم همین کار رو با ما کرد. مسیر زندگی من عوض کرد. از یک روستایی که اصلا نمیدونستیم داستان چیه، ما از اونجا اومدیم پوست کردیم اومدیم به شهر دیگه، دوباره اونجا کلی روی خودم کار کردم، دوباره از اونجا هجرت کردم رفتم به یه خونه دیگه، از اونجا هم دوباره هجرت کردم رفتم به یه خونه دیگه. من چرا این کارو کردم؟ دیدم آقا پیامبر اسلام هم همون کارو موقع انجام کرد. تو هجرت یه سری چیزایی هستن که چشم و دل انسان باز میشه. میگه تو قرآن آیه هست که یه سری از بنده ها به خدا میگن که خب ما روی زمین مستضعف بودیم، ما چیزی نداشتیم، فقیر بودیم، به ما ظلم شده، ستم شده. خداوند میگه که مگه زمین خداوند پهناور نبود؟ هجرت میکردیم، اینجا خوب نبود جابجا میشد به یه شهر دیگه، به یه استان دیگه، به یه کشور دیگه. و منم به واسطه این آیه از روستا که اومد از شهر خودم کندم، موقع من نمیمونم، اومدم به استان دیگه. و دوباره چقدر نعمت، چقدر ثروت، چقدر فراوانی وارد زندگی من شد. حالا تو ادامه بازم اینا رو با هم بررسی میکنیم، توضیح میدم که داستان چجوریه، چه اتفاقات خوبی افتاد. حالا تو این مسیر یه سری اتفاقات بدم میفته، به ظاهر بد، همه این اتفاقات خوب نیست، اتفاقات بدم هست، ولی من سعی میکردم آگاهانه مسیر خودم عوض بکنم، توجه خودم میذاشتم رو زیبایی های کار، نقاط مثبت زندگی و میدونستم که همه چیز به نفع من تغییر خواهد کرد و اونجوری هم میشد. ما سرنوشت خودمونو هر جور که بخوایم عوض میکنیم، فارغ از این که هر شرایطی هست. و همیشه همینجوری بود، همیشه هم قانون جذب جواب داده به خواسته های ما، به افکار ما، به فرکانس های ما جواب داده. برای همه اینجوری بوده، هیچ فرقی نمیکنه. و هر کسی هم که این قانون رو توی زندگیش به کار برده، چه از لحاظ مادی، از لحاظ سلامتی، از لحاظ شخصیتی، توی روابط خانوادگی، قسمت بیزینس، کار، همه جا جواب میده. من یادم میاد یه زمانی یه رفیق داشتم، بذار اینم بگم که گفتن خالی از لطف نیست. من یه مدتم یه جا کار میکردم
بعد همسایه ما اونجا کبابی داشت، یه کارگری بود که از شهرستان اونجا کار میکرد. بعد این بنده خدا مجبور بود شب که کار تعطیل میشد، معمولا تا ساعت 11-12 بودن اونا، بعد کار که تعطیل میشد مجبور بود مثلا سوار شه یه 10-20 کیلومتر بره یه جا خونه گرفته بود، میرفت اونجا استراحت میکرد، صبح ساعت 10-11 دوباره برمیگشت سر کارش. بعد این بعضی اوقات شبا مثلا کار که تعطیل میشد میومد پیش من، بعد میومد با هم میشستیم اونجا یه صحبتی میکردیم با هم، یه درد دل میکردیم. این همیشه میگفت که فلانه من توی محیط کارم موقعی که داخل مترو هستم برمیگردم سر کار یا دارم میرم خونه شبا، همیشه من اذیت میکنن، هستن یه سری افرادی که واقعا من آزار میدن، توی مسیر اذیت میکنن، مسخرم میکنن، کتک کاری کنن، همه چی. من نمیدونم چیکار کنم، میخوام یه این شغل رو کنار بذارم برم خونم. بعد من بهش گفتم که خب حالا فکر کردی که چرا اینجوری میشه؟ منم از یه جای غریب اومدم، چرا با من این رفتار رو نمیکنم؟ همیشه منم همون مسیر رو میرم برمیگردم، چرا به طور من نخوردن همچی؟ گفت حالا من نمیدونم، شاید مثلا اون مسیری که من میرم مسیر خوبی نیست، یا اون آدمای که جلوی منو میگیرن تو اون ساعت که تو هستی جلو چیز نیستن، تو خیابون نیستن فلان، یه سری بهانه‌هایی که تو ذهن خودش درست کرده بود از اینجور کارا، چون واقعا طی روز داشت به اون اتفاقات فکر میکرد و انرژی میداد به اون، و جهانم از جنس همون اتفاق بیشتر و بیشتر بهش نشون میداد. رفته رفته موضوعش داشت بدتر میشد. بعد یه سری تیکه کلام‌های ما بین صحبتاش بود که مثلا میگفت که با بدبختی دیگه، ما از بدبختی فرار کردیم اومدیم داخل بدبختی هم افتادیم. به قول مثالی هست میگه طرف میگه از چاه در اومدم افتادم داخل چاه، اینجور چیزا. بعد من بهش گفتم ببین دوست عزیز، تو یه کاری بکن، این کلمه بدبختی رو از داخل حرفات حذف کن. موقعی که داری صحبت میکنی نگو من آدم بدبختیم فلان، بگو که من دوباره فرصت اینو دارم که درست بشم، دوستای خوب پیدا بکنم، محیط برای من خیلی عالیه، کارم رو دوست دارم، اونا هم که دارن من اذیت میکنم میدونم که همه چیز در آخر به نفع من تمام میشه. گفتم اینا رو به خودت بگو، بعد همین امشب قبل از اینی که بخوابی بگو، به اینا فکر بکن، بخواب، صبح بلند شو بیا سر کار، ببین چه تغییری ایجاد میشه. گفت نه بابا اینا حرف ولگو فلان بهمان اینا. گفتم خب من این کمکی میتونم به حقت بکنم، شما مختارین که اینو انجام بدین یا ندین. تو خود قرآن هم راجع به اینجور چیزا اومده، به پیامبرش گفت که شما پیام ما رو میبری انتقال میدی برمیگردی، دیگه به شما ربطی نداره که اونا گوش میدن یا گوش نمیدن. شما نقشتون تو این چیز به پیامبر هستین، پیام ما رو میبریم میدین، حالا اونا خواستن ایمان میارن، اونا هم که نخواستن ایمان نیارن باز به راه خودشون میرن. شما پیامو برسون برگرد بیا، پشتت هم نگاه نکن. داستان گوملود. بعد منم گفتم والا من کمکی از دستم برمیاد، من این کارو میتونم انجام بدم، چون دقیقا روی خودم پیاده کردم و نتیجه گرفتم و زندگی منم الان گواه همونجور چیزاست. و اینم بگم دوستان ببینید، ما نمیتونیم کسی رو تغییر بدیم مادامی که خود اون طرف بخواد که تغییر بکنه. به قول قرآن میگه که شما سرنوشت رو هیچ قومی نمیتونید تغییر بدین مادامی که اون قوم خودشان رو تغییر بدهن. یه مثال میزنم، یکی خب گرفتار به مواد مخدر، الکل، مشروبات الکلی، خب مادرش پدرش بالاخره بچه‌ش دیگه، فرزندش دلسوزی میکنن، برمیدارن اینو میبرن نمیدونم تو کمپ میخوابونن، تو حبس میکنن، تو خونه، بعد تو بیمارستان بستری میکنن که این ترک بکنه. درست نمیشه. برمیدارن میبرن به جاهای اماکن مذهبی و مقدس، مثلا مشهد میبرن، کربلا میبرن، مکه میبرن که آقا اونجا میشینن آه و زاری و گریه و فلان و نذر و نیاز و که این درست شه.
ولی نمیدونن تا زمانی که اون نخواد درست نمیشه. همه این تلاش های این خانواده هم بیفایده است. فارغ از این که هر چقدر هزینه کنی، تا صبح گریه بکنی، هیچ اتفاق خاصی نمیفته و درست که نمیشه بدتر هم میشه. چرا؟ اون خودش نمیخواد تغییر بکنه. شما خودتون رو میتونین اصلاح بکنین، تغییر بکنین و محیط بیرون هم خود به خود تغییر میکنه. ولی نمیتونین شما سرنوشت یکی رو عوض بکنین. میتونین کمکش بکنین، راهنمایی بکنین، ولی وقتی خودش دلش نمیخواد این بیفایده است. منم به این دوستمون گفتم اونجا، گفتم این کار انجام بده. این رفت، حالا به قول خودش گفت من این انجام دادم. صبح برگشتن گفت هیچ خبری نبود، اومد شاد و خوشحال بود. بعد از ظهر رفتنی دوباره زنگ زد گفت فلانی، دوباره همون اتفاق، داستان فلان. گفتم ببین موقعی که خوابیدنی چه فکر میکرد؟ گفت چی؟ اینو فکر میکردم که میگفتم خب حالا احتمالاً امروز با من کاری نداشتن، شاید یه جای دیگه بودن، یه کاری داشتن، نشده بود بیان، بعد بازم پیداشون میشه، بعد بازم امروز هم اتفاق افتاد. بعد گفتم بیا من هیچ کار نمیتونم بکنم. خودت باید تلاش کنی و تغییر بدی. تمام اتفاقات در اطراف ما رخ میدن به واسطه فرکانس‌هایی که میفرستیم. هر اتفاق بدی یا خوبی که برای ما میفته از جانب خودمون. خدا با ما کاری نداره. خداوند میگه من هر خیری که به شما میرسه از جانب منه و هر بدی که به شما میرسه از جانب خودتانه. جبار نیست یا خداوند. خودمون داریم خلق میکنیم اتفاقات زندگی خودمون. فارغ از این که هر جا هستی هیچ فرقی نمیکنه. اصلاح بکنی خودتو، طرز فکرتو عوض بکنی، دیدگاهتو به دنیا، به جهان اطراف عوض بکنی، همه چی هم با تو تغییر میکنه. امروز تغییر میکنی، صبح میری اداره میری، رفتار رئیست با تو عوض شده، همکارا باهات خوش برخوردن، روی خودت کار میکنی، رفته رفته توی زمین پول پیدا میکنی. اینا اثرات تغییرات، طلا پیدا میکنی، پیشنهادهای شغلی خوب به ارائه میشه، شریک زندگی میخوای پیدا کنی، طرز فکرتو عوض میکنی، دیدگاهتو عوض میکنی، میری میبینی چه آدمای خوبی هستن بیرون. بابا اینا از قبلم بودن، شما نمیدیدی، نمیخواستی ببینی. انقدر این باورهای منفی، باورهای غلط تو ذهنت بود که اصلا فرصت نمیشه به اینا فکر کنید. پس به همون خاطر بیاین خودمون رو تغییر بدیم. به قول قرآن ما از اول ثروتمند آفریده شده ایم. این طبیعیه که شما ثروتمند باشید، طبیعیه که شما پولدار باشید. اگر بدبختی، اگر بیچاره، اگر بیپولی، اگر هیچی نداری، اگر 24 ساعت مریضی، دلت درد میکنه، چشت درد میکنه، همینو به خاطر اینکه از درون خودت درست نکردی. یه اتفاق خاصی که میفته، یه قانونی که هست، زمانی که از درون احساست بده، حالت خوب نیست، زمین و زمان رو داری فش میدی، اولین اتفاقی که میفته تو دنیای بیرون میبینی مریض شدی. صبح از خواب بلند شدی، دستت درد میکنه، قلبت درد میکنه، کمرت درد میکنه، بعد میگی بابا من دیروز چه خوب بودم، چرا اینجوری شدم؟ این یک هشداره. میگه آقا این مسیری که داری میری، ببین جهان افکارتو پاسخ نمیده، به احساساتتو پاسخ میده. به یه چیزی که داری فکر میکنی ببین حس چجوریه. آیا احساس خوشحالی میکنی؟ بله اون درسته. جهان داره به تو میگه که مسیری که داری میری درسته ها، همینو برو. ولی موقعی که احساست بده، تو دنیای بیرون مریض میشی. هستن آدمایی که خیلی هستن، ما تو فامیل خودمون هم زیاد داریم، هر وقت میره خونه‌شون ناله میکنه، آی گردنم درد میکنه،
آی کمرم درد میکنه، آی کتفم درد میکنه، یا خودش مریضه یا بچهش مریضه یا دخترش مریضه. زندگیشون هم کلا اینجوری داره میگذره. بعد همه رو انداختن گردن نمیدونم رئیس جمهور و مملکت و گرانی و نمیدونم بدبختی و فلان و هوا بده و هوا سرد و هوا گرمه و همه اینا رو دارن انجام میدن، فارغ از اینکه یه لحظه بشینه فکر کنه که چرا اتفاقا نمیفته. چرا همسایه تو که درست بغل دست خونه تو اونا همیشه شادن خوشحالن، چرا شما اینجوری هستین؟ الگوهای خیلی خوبی داریم، آدمایی که تو بدترین شرایط زندگی بهترین زندگی ها رو دارن. حتی تو دوران جنگ یه سری از آدمایی بودن که بهترین استفاده ها رو بردن و میلیاردر شدن. چقدر ما داشتیم که بدبخت بیچاره شدن، ولی یه سری هم بودن. همین داستان جنگ هیروشیما ژاپن، اون بمب هایی که انداخته میشد، شخصی به نام کاوازاکی الان شرکت کاوازاکی موتور سازی رو داره. بمبایی که میافتادن زمین، اونا بعضیشون عمل نمیکردن، نمیترکیدن. این بلند میشد تو اون هیاهوی جنگ، میومد موتور اینا رو باز میکرد، موتور این بمبایی که عمل نکردن میآورد روی موتورسیکلت پیاده میکرد. بعد از یه مدت ببین چه انقلاب عظیم برپا شد. جنگ همیشگی نیست، جنگ تمام میشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ ایشون شدن مولتی میلیاردر به واسطه اون فکر. چرا؟ چون اون از یه منظر دیگه‌ای داشت نگاه میکرد به این جنگ، کاری نداشت که چه اتفاقی داره میفته، جنبه مثبت کارو داشت میدید. همه ما میتونیم اینجوری باشه، جنبه مثبت کارو ببینیم، نکات مثبت کارو ببینیم. چرا کلا روی چیزای منفی تمرکز میکنیم؟ منم قبول دارم تو جنگ خون و خونریزی هست، کشتار هست، همه چیز هست، ولی این طرز فکر ما فقط خود ما رو بدبخت میکنه، به بیراهه میکشه، اتفاق خاصی برای دیگران نمیفته. ما میتونیم طرز فکر خودمون رو عوض کنیم، دنیای بیرون هم با ما تغییر میکنه. این اساس و اصل کائناته. یا همین بحث بیماری کرونا پندمیک اومد کل دنیا رو فرا گرفت. چه کسب و کارهایی بودن که بدبخت شدن، ورشکسته شدن، چه کارخونه‌هایی بود درشون بستن، ولی یه سریان بودن که مولتی میلیاردر شدن. اونا از یه بعد دیگه به قضیه نگاه کردن، گفتن آقا این اتفاق افتاده، به قول مثال میگه آقا بوزه دیگه رفت، حالا بشین ببینیم چیکار باید بکنیم. گفتن آقا این اتفاق افتاده، این بیماری اومده، خب بیایم جنبه مثبت اینو ببینیم. اومدن یه سری سرم‌های تولید کردن، یه سری الکل‌های تولید کردن، از کارگاه‌های کوچیک شروع کردن، مولتی میلیاردر شدن. پندمیک هم تمام شد، بعد از 1 سال خورده تمام شد رفت. اونایی که واقعا توانستن ذهن خودشون رو کنترل کنن، اونا نه بیمار شدن، بلکه زندگیشون هم زیر رو شد. پس همه اینا برمیگرده به طرز تفکرات خودمون، که بشینیم ببینیم چی میخوایم از زندگی، خواستمون چیه، چقدر پول میخوای، به چه اندازه، سلامتی میخوای، ثروت میخوای، حال خوب میخوای، اندام خوب میخوای، شریک زندگی خوب میخوای. همه اینا به تو داده میشه اگه بخوای درخواست تو بدی، کل تمرکزتو بذاری رو اون خواستت، بقیه رو ولش کن. اصلا براتون مهم نباشه که بقیه در مورد شما چی فکر میکنن، دوستان، آشنایان، رفیق، فامیل، پسر عمو، پسر خاله، اصلا براتون مهم نباشه. بچسبین به کار خودتون، به هدفی که داری، به خواسته‌ای که داری، و موقعش هم که برسه پاداشا بی‌نظیره. اونا هم که شما رو مسخره میکردن، میگفتن مسیرت اشتباه فلانه، اونا خود میان سمت شما، میان میگن آقا چیکار کردی، چه اتفاقی افتاد.
تو بقیه کاری نداشته باش، مسیر خودتو برو. قرآن هم همینو میگه مسیر خودت ادامه بده. چیزی که تو رو شاد میکنه، احساستو خوب میکنه، اونو انجام بده. حواست به خودت باشه، آزارت به کسی نرسه، زندگی میشه بهشت. ما در جهان زندگی میکنیم که دو قطبیه. دنیای مادی ما دنیا دو قطبیه، تا ابد هم دو قطبی خواهد موند. و در این دنیای دو قطبی این حق انتخاب داره که چجوری زندگی کنی. ماشینای خوب، خونه های مجلل، ویلاهای خوب، مسافرت های عالی، زیبایی ها رو بری ببینی، بهترین هتل ها بری زندگی کنی، بهترین غذاها رو تو رستوران ها بخوری، لباس خوب، همه چی برای خودت بخری. اگه قرار بر کار کردن بود، کار کردن فیزیکی، که همه الان مولتی میلیاردر بودن. چرا بیشتر ثروت دست اقلیت جامعه هست؟ من راجع به این موضوع ثروت که چرا ثروتمندان تعدادشون اقلیت کمن، مفصل تو برنامه‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. یه فایل مناسب راجع به اختصاص خواهیم داد چه بحث ثروت. از جمله اینکه چرا یهودی‌ها انقدر ثروتمند هستن و 90% ثروت کل دنیا دست ایناست، در حالی که سایر ادیان ابراهیمی هم هستن که خیلی هم آنچنان ثروتمند نیستن. فقط یه عده قلیلی هستن که ثروت در اختیارشون هست. پس اینا چیکار کردن که اینقدر ثروتمند شدن؟ آیا از آسمون کیف پول افتاده جلو پاشون؟ یا نه یه خزانه پیدا کردن، گنجی پیدا کردن؟ من خیلی مطالعه کردم، بررسی کردم، حتی تو خود قرآن هم ریشه های ثروت من بررسی کردم که چرا بعضی از افراد اینقدر ثروتمندن. بعد دیدم آقا همه اینا برمیگرده به یک باور. اونم باوریه که یهودی‌ها به ثروت و به خداوند دارن. اون باور چیه؟ اون باورش اینه که انسان هر چقدر ثروتمندتر بشود نزد خداوند محبوبتر می شود، عزیزتر می شود. یا هر چقدر ثروتمند بشود به خداوند نزدیکتر می شود. بهترین باوریه که برای خودشون و برای نسل‌های بعدیشون، فرزندانشون انتخاب کردن و فهمیدن که همه کار باوره. خدا قسم چیزی به غیر از باور نیست. اگه تغییر بدیم کل دنیامون عوض میشه. خب اینو خیلی به ما نگفتن، نه توی رسانه گفتن، نه توی تلویزیون گفتن، نه تو محفلی، مجلسی، مسجدی، هیچ جا نگفتن. همه روتین عادت کردن صبح بلندشن از خواب دستوراتشون رو بشورن، یه صبحونه بخورن، بلندشن برن، اونی که راننده آژانس بره سوار ماشینش بره مسابقه کشی کنه، اونی که کارگر بره کارگری بکنه، اونی که بناست، اونی که کارمند بره کارمندی بکنه، سر ما هم بلند شد بیاد چنده گازو بگیره بیاد بشینه تو خونه، دوباره فردا همون کارهای قبلی ادامه بده. اگه قرار بود که همه اینا رو باور بکنن، حالا همه مولتی میلیاردر بودن. این بنده خداها، راننده های آژانس، اسنپیا، صبح تا شب که دارن کار میکنن تو خیابون. اگه قرار بر سخت کار کردن بود، زیاد کار کردن بود، همه اینا باید مولتی میلیاردر میشدن. و چرا نیستن؟ پس اینجا یه اتفاق خاصی افتاده. اونا نمیدونن دارن چی کار میکنن. فکر میکنم با سخت کار کردن میشه به ثروت رسید. ثروتمند میشی، اما 2 روز بعد دوباره همون. چرا؟
چون باورها تغییر نکردن، فقط داره تکتو میزنه برای پول. بعد فرکانسی هم که داره میفرسته به ذهان هستی اینه که آقا من میخوام به سختی پول در بیارم. فرکانس هم میگه چشم. جهان هستی پاسخ میده، ابزار، شرایط، موقعیت‌های جلو پات میذاره که آقا تو به سختی به اون برسی، با مشقت. چرا؟ چون باور دینه. باور خیلی قدیمی هم اینجوری بوده که میگفتن آقا ثروت به سختی به دست میاد، باید جون بکنی پدرت در بیاد. مگه پول علف خرسه؟ نه، من اینا رو باور نکردم. هنوزم فامیلای ما هستن، برادرای من هستن، خواهرام هستن که همچین باوری دارن. میگم مگه الکی میشه پول در آورد؟ چرا باید چیز بکنیم؟ پول برای روز مباداست. کدوم روز مبادا؟ همین امروز داره زندگی میکنه، در لحظه داره زندگی میکنه. هیچ کس با پسنداز کردن ثروتمند نشده و نخواهد شد. اگه میخوای ثروتمند بشی باید ذهن ثروتمندی داشته باشی و باورت بر این باشه که باران همیشه میباره، نعمت ها همیشه هست، هیچ کمبودی هم نیست. بی نهایت درخت هست، بی نهایت جنگل هست، بی نهایت آب هست، بی نهایت ابر هست و هیچ وقت هم تمام نخواهد شد. به قول خود قرآن میگه شما رجوع کنید، مطالعه کنید، اونجا نوشته همه چی. یه همه اقیانوس‌ها را مرکب کنن و همه درخت‌های جنگل‌ها رو قلم کنن، بازم نمیتونید نعمت همه رو بشمارید. ببین چقدر نعمت هست تو دنیا. چرا یه عده از این بی بهره ان؟ خاطر باورهاشون. همه کار باوره. راجع به این باور مفصل صحبت خواهیم کرد در جلسات بعدی و بخوای تغییر بکنی باید اینا رو عوض بکنی. نمیشه که یه آدم عادی باشی، یه زندگی روتین عادی تو انجام بدی بعد بیا انتظار داشته باشه که فردا خوب چرا عوض نشد. به قول ما یه رفیق داشتیم گفت فلان تو ما گفت که خواسته هاتو بنویس. من اومدم دفتر نوشتم که آقا من فلان ماشین رو میخوام، فلان پول رو میخوام، فلان ثروت رو میخوام، فلان شریک زندگی رو میخوام. الان من دیشب نوشتم، امروز اومدم هیچ اتفاقی نیفتاده. گفتم مگه باورهای تو یه شبه شکل گرفتن که یه شبه هم عوض بشه؟ طول میکشه. باید رو خودت کار بکنی، ذهن خودت کار بکنی. داره به خواسته فکر میکنی ولی هزاران هزار فکر مخرب از بغلش دارن رد میشن. یه کوچولو داری فکر میکنی، بعد احساس میکنی، فکر میکنی، بعد 10 دقیقه بعد یه بنده خدایی میگفت ما یه دوستی داشتیم، بعد اومدیم راجع به خواسته هامون صحبت کنیم. گفتم که خب فلانی میخواید رو این درست که تمام شد چیکاره بشی؟ یکی گفت من میخوام دکتر بشم، یکی میگفت فلان، بعد اینم گفت که من میخوام نفر اول کنکور پزشکی بشم. بعد میگه تا این حرفو زد سریع برگشت به خودش گفت ای بابا ما کجا، پزشکی کجا؟ یه چیزی گفت میگه ما مگه میشه همچین چیزی باشه؟ خب سریع یه ترمزی زد جلوی خواسته‌اش. بیشتر آدم هم اینجوری هم. باید خودتو ببینی تو اون حالتی که هستی، از قبل مال توه، تجسم بکنی. ماشین دلخواه میخوای؟ باید بشینی پشت ماشین دلخواه زمانی که هنوز نداریش، باش رانندگی بکنی، بوق بزنی، بگردی، فرق نمیکنه خونه باشه، ویلا باشه، شریک زندگیت باشه. اول باید تو اینجا ببینیش. اگه بتونی اینجا ببینی کف دستت هم میبینیش و جهان هم مجبور به خواسته های تو پاسخ بده. مجبوره به خواسته های تو پاسخ بده.
چون تو داری دعوتش میکنی به زندگیت و از بودنش خوشحالی. احساسات بهترین هدیه هستش خداوند به ما داده. زمانی که خوشحالیم، احساس شادی میکنیم، جهان چیزهای خوبتری جلوی پا میذاره که خوشحالی ما 10 برابر بشه. مرحله دریافت کردن یکی از شرطاش اینه که تو احساس خوشحالی بکنی، کیف بکنی، هیچ چیز جدی نگیری، هیچ چیزی. حتی توی مسیر یه اتفاق به ظاهر بعدی هم میفته، خب تو اون لحظه هم اصلا بهش فکر نکن، نه راجبش صحبت بکن، نه راجبش حرف بزن، نه راجبش فکر بکن، نه تجسم بکن. فقط رو چیزهای خوب، رو چیزهایی که هنوز نداریش، رو اونا تجسم بکن، طوری رفتار بکن، طوری حرف بزن، طوری فکر کن که هنوز الان به اونا رسیدی، ولی باشون زندگی میکنی. همیشه هم اینطوری بوده، همیشه هم جواب داده. خیلی ها هستن که نتیجه گرفتن، باور کردن. ما 2 دسته از انسان ها رو داریم. اونایی که دسته اول میگن اول باید ببینم بعد باور کنم، تا زمانی که اتفاق نیفته من باور نمیکنم. دسته دوم میگن که برای اینکه بخواد اتفاق من باید حرکت بکنم و موقعی که حرکت کردم اونجا من میبینم همه چی رو. دسته دوم کار انجام میدن. به قول شاعر میگه تو هیچ مگوی و هیچ مپرس و قدم در این راه بنه که چون راه بگویدت که چون باید رفت. قدم های اولی رو برداری، نگران نباش، قدم های بعدی که گفته میشه. کی گفته میشه؟ توی مسیر گفته میشه که چیکار باید بکن. آدم های خوب وارد زندگیت میشن، دست های خداوند میاد، ایده های خوب میاد سراغت، افکار خوب بهت الهام میشه.